ولی ما قراره از 1 آگوست از این شهر بریم. 500 اینجا دو دیدی گفتم کجا میری؟ نزدیک فروشگاه رستمن بلده عزیزان دیلمک کادو بخریم. انا خوار دیگه ایم از باقلوای ما. یک روز نو، یک ولاگ نو. خیلی خیلی خوش آمدین در یک ولاگ جدید دیگه خان از ما. امروز همراه ما هستین که بریم با هم دیگه از فروشگاه رستمن بلده عزیزان دیلمک کادو بخریم. ای که عزیزان دیلمک یا کادو بلده چیه و اینا در ادامه ولاگ متوجه بشین. اول از همه بریم خریدار را سامو کنیم. Let's go. بینگری که از این چیز پیدا میتونم کنم. خریدای خودم سامو کردم. اینیا رو در خانه خریدم، لازم بود دیگه بریم حساب کنیم. دیروز با هم دیگه خریدار رو سامو کردیم. عالی هم دیگه آماده شدم برم یک آزمایش خون بدم. وقت دکتر دارم. بعد از او برم ناخونای خود رو جور کنم. وضعیت بسیار خرابه و از فروشگاه ترکام یک کمکوک باقلوا بخرم. بعد از اون میم داستانت بلده شما تعریف کنم که این خریده و اولک بازی ها بلده چی هست دیگه. بریم که اول از همه کارا رو سامو کنیم. منتظر اتوبوسم که بیا. اول از همه برم دکتر آزمایش انجام بدم. آزمایش خورو دادم. آلی کش سونی فروشگاه ترکا بریم باقلوا بخریم. انا خوار دیگه ایم از باقلوای ما. بریم ناخونای ما رو ترمیم کنیم که این قصی سربلا آمده بخید کوی دماوند برکده. خلاصه بریم که اینا رو جور کنیم ببینیم سمودیلی مقام بزنم دیگه. هم از بعد ناخونای خوبک ما حال بینگری صدلی شد. این طرح خیلی دوست داشتم دیگه گفتم بزنم. چطور شده؟ خوب شده یا نه؟ من که خیلی دوستشان دارم. صدلی خوان من نظر خود رو بیده. این هم از دیس دیگه من ببینید خیلی خوشگل شده بچه. من خیلی دوستش دارم. باز نظر خورد از ما بنویسید خوب شده یا نه دیگه. زارای شما خلطه ساوس خوب باقلوا دادیست و خوراکی در تایم خریدم. کش سونی خانه یکم کارهای خانه رو انجام بدیم و بریم برای ادامه ولاگ.
از سودای دیروز و امروز ما فقط بگم یعنی ماسک خریدم از ایسانا که عکس پرتغال دبلشه داشت. اون حالا هرچی میگردم نیستنم دارم یا در روسمن جایشتم یا در من امروز سبد من مانده یا که پرداخت کردم نم دارم مانده اج نمفهم. مقصد در جایش اینی ماسک که از خود مستر در جایش میلم که کم نیم. بعد اینی دودن ریمل و روزم در ازی خرید اضافه کردم. اینا رو ما بلده آنلاین شاپ خواست روسمن خریده بودم. باز دیگه گفتم چی کاریه دیگه حالا اینا رو میذارم در جایش باز بلده آنلاین شاپ خود دوباره حالا بعدن مرم خرید باز میخرم دیگه. این روژه چی ریمل کاتریسه هم روژای ریواله دیگه. خلاصه هم کلی خریدا و هدیه ها به قول گفتنی باقلوارم که امروز رفتیم با هم دیگه خریدیم کلی از اینا رو میخوام دمنه ازی بلم. حالا دلیل چیه بلدهشو بنال میگویم. بلده چیو بلده که من هدیه های ناقابل گرفتم. بلده تشکری از عزیزانی که چی در مخته بنده و چه در مستی بنده کنار ما بودن. دوستای عزیز ما فرشته، مهدیه، نصیبه و رویا جان. دوستایی که واقعا بسیار دوستشان دارم. اول از همه واقعا فرشته که 11 سال هست ما با هم رفیقیم. یعنی رفیق مایا، خواهر مایا خیلی خیلی دوستش دارم و واقعا براش بهترین ها آرزومندم. همچنین برای ما بقیه دوستای خوب. و اینکه مهدی، نصیبه و رویا را دقیقاً 3 سال هسته که میشناسمشان. آخر آپریل همین ماهی که ماه پیشتر که تیر شد 3 سال که ما از طریق اینستاگرام با هم دیگه آشنا شدیم و شدیم دوست و شدیم رفیق. خلاصه همیشه خانه هم موریم رفت آمد خانوادگی داریم با هم موگیم میخندیم و کنار هم بسیار خوشحال هستیم. خلاصه اینکه گفتم امشب که داریم موریم خانه مهدیه مهمانی امروز دیگه مهمانی مهدیه دور همین مهدیه زنانه قرار جمع شیم با بچه هایمان دیگه کلی بگیم و بخندیم. گفتم بیام یگان چیزی رزگک بگیرم حالا مثلا اسپری مثلا ماسکی چیزی داخل نیزی بیندازم هر کس دیگه هم تا دیست رو چرخک بده یک چیز بل کنه حالا هرچی از شانسی بور شد. و کنارش هم باقلوا گرفتم چون ما همگیمون باقلوا خیلی دوست داریم با چایی و این که دیگه گفتم باقلوام بگیرم کنارش باقلوا بر بدن بزنیم یگان چیزی رزگک بچه‌ها بگیرن هدیه دلشان خوش شونه. دنیا دوستای ما ارزش دارن و اینا واقعا یک چیز ناقابلی هست. بازم میگم مگه بخوام در دلی از اونا کنم باید از اونا طلا بخرم خور طلا دیگه نمیتونم طلا بخرم دیگه ایلان ماسک باید باشم دیگه در زوار 4 طلا بخرم ولی نه کلا دوستای ما آدمای بی توقعی هستن واقعا توقعی نداریم ما از هم دیگه ما چی میگم دوستیمون اینجوری خاصه اینجوری نیستیم که دنبال زرد و کوفتو باشیم و اخ که تو ازی داریم من ندارم نه ما با هم اینجوری خوار من. خلاصه اینکه وقتی هم که داشتم اینا رو می‌خریدم اصلا استرس نداشتم. وای الان بچه‌ها میگن من چقدر چیز ارزان گرفتم یا گران گرفتم یا کم گرفتم یا زیاد گرفتم. نه چون دوستای خود رو میشناسم و از اونجایی هم که بنده سرگروه هستم و همه پلانا زیر دست خود میره هر فیلم ترن میزنن تشویقی کردم. ما تقریبا ریزه‌تر از کلگیشان هستم نه فرشته از همه کوچیک‌ترم ولی بالکل خدای هر چیزی گفتم تا امروز گوش دادن در همه ولاگ‌های ما اگر خواستن و دوست داشتن بودن و اگر برنامه ریزی کردم واقعا همشون انجام دادن و اینا به عنوان یک تشکریه به عنوان از اینکه مرسی که هستین مرسی که هوای مرا دارین و مرسی که همه قد هستیم که در آلمان تنها نیستیم خانه همدیگه موریم. حالا سعی که اینا رو همه رو داخل ازی میندازم و ببینیم که شانس هر کدوم از دوستای ما چی بور میشه دیگه. هم از این و خواستم در این ویدیو هم از شما دوستای عزیز خود تشکری کنم که هستین. امیدوارم سالیان سال کنار همدیگه باشیم و اینکه نتیجه های همدیگه رو ببینیم. از اونجایی هم که چند روز پیش در ایران روزی رفیق بود به خاطر همین گفتم ایده رو پیاده کنم. دوستای من یک کمکوک شاید دلشان خوش شونه میدونم دلشان زیاد خوش میشه من دوستای خیلی میشناسم. حالا ولکل خب دوستان عزیز بریم که اینا رو داخل ازی بیندازیم و من منتظر بشینم که تمیم بیا بعد از اون حرکت کنیم. البته قبلش بریم یک دوش بگیرم خانه خود رو جمع کنم و با قطار و اتوبوس راهی خانه مهدی عزیز هستیم. امروز قراره دم مبور شونه چون مسافرت با قطار و اتوبوس متنفرم. ماشین دست از من نیست دست شوهر مایا به خاطر همین دیگه من مجبورم با قطار و اتوبوس با تمیم زده گفته برم. خلاصه اینکه let's go برای ادامه ویدیو.
کربلای گو من اینا رو شمار کردم 15 قلم وسیله باز اونا 4 نفره دیگه از اونجی که باید هر نفر 4 وسیله گیرش بیا یک دانه این زیام که از وسایل آنلاین شاپ ماست از رسمن خریدم من گفتم دمنش بلوم باشه 16 قلم و دیگه همه یکسان همو 4 دانه وسیله گیرش بیا دیگه خلاصه هم صاف سوتره آماده شد. ما تیار شدم منتظر باچه خویم. باچه ما همیشه ساعت 4 از مدرسه خانه رسیده ها. آل امروز که بلگم که های برم در اتوبوس و قطار خوب برسم آل ساعت 4 و 15 دقیقه هنوز نمده. یعنی همیشه آدم اون چیزی که روزی که برنامه‌ریزی مونی کار داری همیشه یک چیزی تو شیخله مونه که خوب پیش نره. خلاصه اینکه لباسای خود را اتو کردم، حمام رفتم، خانه را جارو کردم، جمع مرتب همه چی منتظر گلپسرم که بیاد دیگه. بیشینیم که آیا می یا نه ساعت 4 و 40 دقیقه اتوبوس از دم خانه مره. او را از دست بیدیم باید بیشینیم تا 5 و 40 دقیقه یا که هم نیم ساعت پیاده روی کنیم. حالا بیشینیم که کربلای کایمه. موی ما سفید شده دست زیباچه. ما یک دانه درم این ترکیم. شماهایی که زیاد دارید چی میکشید؟ خدا حفظشان کنه. ولی باچه کجا شد؟ تا که کلا که ما جمع شدیم دل مست خوب امی دوستای خود را زار کفک کنم. یا که بگم ما میخوام اساس کشی کنم از اینجا بروم یک چیزی که خوب اذیتشون کنم یکم خب ببینم حالا توی قطار برم یک ذره فکر کنم یک چند دونه ایده در مغزم برسه بعد از اون بینگریم که میتونم اونا رو سر کار بلم بیارم بعدی از اون که ما خنده من میگیره خب اگه خنده من نگیره خوب میتونم گولشام بزنم ببینیم موفق میشم یا نه. گم تمام ساعت 16 و 25 دقیقه خانه رسید تست آماده شد 16 و 39 دقیقه اتوبوس گرفتیم باز رسیدیم در بانوف شهرمان بعد بود آمدیم سوار قطار شدیم امی شیشتیم قطار حرکت کرد دیگه ساعت 5 خورده در بانوف هامبورگ میرسیم بعد از اونجا دوباره قطار دیگه باید سوار شیم دیگه خدا خبر که ما کی در خانه مهدیه میرسیم. خونه مهدی جون رسیدیم بالاخره ساعت 7 شب شد 2.5 ساعت در راه بودیم ما. سلام تمام کومه ها رفیقای کومه من خوش اومدین خونه مهدی جون چه میزی آماده کردم دست تو درد نکنه خوار من. خب بچه ها میخوام سورپرایز یا همون چیزی که میخواستم در دوستو بگم بهشون اعلام کنم آماده این دوربینو بزنم آخر میخوام فکر کنم ندارم سورپرایز بشید یا نمیشید ولی ما قراره از 1 آگوست از این شهر بریم 500 اینجا دور دیدی گفتم کجا میری نزدیک که داداشم میریم دیگه شما رو نمیبینیم. داداشت کجا میشینه؟ اون سمت حال زاله میشینه اون چطور برچی میخوای بری؟ اون شرکت مرتضی اونجا شعبه 2 شو زده باز برای ما خونه چی میکنه بعد ما بریم گریه کن شیرینی اینجا گونده رفت پایین این اصلا سورپرایز نبود که خب گفتم من بهت گفتم شاید ناراحت بشی بچه حرف نجیبه دارم این سورپرایز بود سورپرایز نبود که 5 ساعت دور شما 4 تا با هم حال کنید دیگه. خب من میام حالا یه ذره سر میذارم بهتون زیر میزنیم عزیزم بپر بالا با ماشینم میرم نه باور کن میریم مرتضی رو گفته که اون شعبه دوم میزنم بیاد من قرارداد دائم بعد زنتم بیاد پیش ما کار کنه تو بری پیش اونا کار کنی ما رو برم شرکت اون مرتضی نه اون تو دفتر خیاطی کنی؟ تو دفتر مرتضی خیاطی بعد خونم به اون خودشون میدن چه یعنی خونش کرایه نمیدیم چرا میدیم ولی خونه خودشون هاوس آخه نه بعضی جاها کارا هستن که چی سورپرایز به درد عمل سرگروهتون میره نرو میگن ایشالا که نشه از کجایی که دارم بهتون میگم میخوام خبر بدم بهتون مریضم دروغ بگم افغانی ها سیدای در راه میگه حامله سر نرو تو رو خدا برای چی میری اینجا خودت بکن چیکار کنم کجاست اونجا حال زاله بالای مگدبور لایپزیگ تو خیلی بده خیلی بده آره قلب مدار میزنم خبر خوش دوم فکر میکنید میتونی چی باشه خدا نمیری افغانی نیست که حامله ای زن تو نمیری نه حامله نیست چی ماشین خریده زن یا ماشینه یا نمیری به خدا نسیم تو چی میگه عشقم نمیره دوچه پاس دوچه پاس نفوس و مسکن هیچ نمیری زهرا نمیری بگو روی عجب فانتزی داری دوستان بهم شک
بابا یه دقیقه صبر کن. باقلوا برای تو خریدم برای تشکری که دوستمین چون روز رفیق بود. باز کن رویا منتظر تست حاملگی یه بار گام شو بابا. اصلا همین چه بابا خب همینجوری من ایست یه دونه نشون بده. نوبت نصیب است. بردار. یه دونه اینجوری بود. نه نمیگم بهت. اون چیه سایه است؟ چرا به دست. خب رویا 4 تا بچه 4 تا به هر کی 4 تا چیز در میاد. هم نزن. رویا بخی چه میگیرم ولش ببینم غلط کرد عطره. خب مهدیه هیچ بار من نمونده. الان از اون خب اسپری من خب ته بچرخونم. آقا نمیدونم چی بگیرم. به همین هر چی که هست برو دیگه. بچه ها سایه نه چیز روشگونه بسم الله الرحمن الرحیم سری بگیر دیگه رویا. الله الرحمن الرحیم نشون ریمل دوباره نصیب چی؟ خیلی نفر 4 تا چیز وسیله گیر میاد. هیچ نداشت زر بگو این چیه تو خودم بگیرم بابا بگیر دیگه. اینم چی هسته؟ دوباره از نصیبه. خب بگیر چی داری؟ ریولت خوبه ببین آدمی که جرزنی میکنه همین میشه. بعدش منم بگیر دیگه همونو بگیر بعدش منم بعد نمیرسه امروز میگن خب تو با یکی عوض کن. اونو پرت کن عوض. خب بیا. باشه من گفتم ریمل من برمیدارم. بال ملم بردار دیگه. ریمل بده به من. بچه یه چیز خیلی خوب توشه. بگیر دیگه. بگیر زود باش بال ملم. خب این نگرفته هنوز. زرگی همه دست من خندیدی بابا بگیر دیگه. بده دیگه به خود یه ماسک یه دونم یه چیز دیگه نمیدونم یه چیز دیگه رو بگیر گوش بده. خب ماسکم دست خود افتاد. خب این برای مهدیه شد. خیلی خوشگلم. برای رویا نصیبه فرشته مبارک تو باشه. روزمون مبارک رفقا. دوستان زیبام همه در حال زحمت هستن. نگاه کن یکی ماهیچه میکشه، یکی خورشت میکشه، یکی برنج تزیین مونه، یکی دیگه برنج تزیین مونه. زارا چیکار میکنه؟ ویدیو میگیره. طبق معمول سر کار میذاره ویدیو میگیره. خیلی باله یکی هفته آخری یک هفته چیز من کوبش خواهی چکوله نخوره یه دفعه بعضی خوش دوست نداره. دوستان عزیز سفره هم چیده شد. این هم از زحمات مهدیه جان دیگه. عرضم به حضورتون شیوید پلو، سالاد ماکارونی و کلی چیزای خوشمزه تیار کرده. دستش درد نکنه دیگه. امشب دور همیم. خلاصن که مرسی از این سفره قشنگ مهدیه جان عزیز که کل زحمت کشیدی. اون خاله برام کشیده.
دیل مهدی ما چای مخن کرده به همراه یک میز بسیار خوبک و باقلوا و بساط قلیان دیگه. جایشون بسیار به حد خالی. دیشب تا ساعت امروز صبح ساعت 5 یا 4 خوابیدیم. حالی ساعت 11 یا 12 خستیم صبحانه بخوریم. آمادگی مهدیه و نصیبه زحمت کشیدن آردوشی. ما قرار کرده شیشته بودم خوب. یک چیم مده خواب بود، یک چیم مده گوشی. خلاصه که این هم از صبحانه مهدی و نصیبه پز. دیستی درد نکن، خانهش یابد. خواه دوستکان عزیز ما، ولاگ مهمانی خانه مهدی هم سامو شد. امی که ولاگ داشت میدید میکردم یک خنده کردم سری اذیت کردن امی دوستای خوب بسیاری به حد که واقعا خوش دل شد. یکی اذیتشان کردم و خلاصه هدیه و غیره. امیدوارم که شما از ولاگ خوش رو آمده باشه. مقصد که ما از اینجا کج نمونم، فقط هدف ما اذیت کردن دوستان ما بود. امیدوارم که از این ولاگ هم خوش شما آمده باشه دوستکان همیشگی و عزیزی از من. تا ولاگ های بعدی، خداحافظ شما.